گر تو می خواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته با کل بینندگان شبکه صدای امید و همچنان تماشابینان آزمون قاریان. خب با خواست خداوند امروز هشتم قسم آزمون قاریا است. ان شاء الله 100 بار بدی کردی شرمی تو نیامد، نیکی چی بدی داشت که یک بار نکردی. اول السلام علیکم و رحمت الله و برکاته با کل بینندگان شبکه صدای امید. خب برادرای عزیز، امروز پنجم آزمون قاریای ما است. ان شاء الله خوش آمدین قاریای عزیز. ان شاء الله که خیلی برنامه را شروع میکنیم، میتونین با حضر تماشا کنین. قاری رجبالی اگر در اینجا میبودن میومدن ان شاء الله. سلام علیکم و رحمت الله. قاری جان خوش آمدین با این برنامه ما آزمون قاریا. اول خود را معرفی میکردین ان شاء الله. من عبدالله رجبالی از ناحیه وسی. سلامت باشین. قاری جان چند پاره هستی؟ تقریبا از هر جای قسمت های قرآن مثلا که یک صفحه دو صفحه کلا مثلا خیلی بگیم یک سه پاره یک دو پاره هست. سلامت باشین قاری جان. خب یک قرائت میکردین ان شاء الله واسه ما میدیدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. صدق الله. ماشاءالله قاری جان، بهترین آواز زیبا که ان شاء الله وارد دارم، همه راحت کردن در آواز ان شاء الله. خب قاری جان، یک میدیدید اگر تو دوستی ما برادری ما باشی، میخواهی ما رو دستگیری کنی، از شهر مسکو و مسکوفسکی اوبلاست سرحد قزاقستان گذشتن میخواهی، تنها با کمپانی حجانی ما مراجعت کنیم. بهترین کمپانی در شهر مسکو است. شما رو ساق و سلامت با خواست الله برده میآورد. زنگ زنید ان شاء الله، بهترین کمپانی هست. برادران، اگر در کدام دولت هم که باشین، الکترونی بلیت خریدن خواهید، از آن همین برادران با نرخ ارزان به یگام شبهه باوری خریدن میتوانید. زنگ زنید، نرخ و نو را بپرسید. سلام علیکم اخی قاری جان. ان شاء الله بهترین آواز، بهترین قرائت بود و در حالت هایی که حمزه می آید کم کم قلقله شد. ان شاء الله که موندگیش بهترین است. یعنی حرفایی که باید قلقله نشود کم ترجمه میشد. با اخی قاری جان خیر گفتنی باشه. ان شاء الله بهترین است. سلامت باشین قاری جان. خب اگر یک غزل میخونید ان شاء الله خوب میشه. نقش قرآن تا در این عالم نشست، نقشه های کاهن و پاپا شکست.
فاش گویم آنچه در دل مزمر است، این کتاب نیست چیزی دیگر است. چون به جان در رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر گشت جهان دیگر شود. مثل حق پنهان و هم پیداست این، زنده و پاینده و گویاست این. اندر تقدیرهای غرب و شرق، سرعت اندیشه پیدا کن چو برق. با مسلمان گفت جان بر کف بینه، هرچی از حاجت فزون داری بیده. آفرید شر و آیین دیگر، اندک با نور قرآنش نگر. آفرید شر و آیین دیگر، اندک با نور قرآنش نگر. ماشاءالله قاری جان بهترین آوازی فارم دارین انشاءالله. خب قاری جان همین یگان تا که قاری جان خیلی با آهنگ نمیخونیم، برای که حوزی یک نمونه یعنی که شما آواز سر ندادین، خیلی با یگان تا با آهنگ مثال همیره که بتونه نگه با آهنگ بخونه که یگان تا داشته باشین انشاءالله. ما خیلی بودگه میخونش انشاءالله. ما که قدر کم تر آواز سر تینده انشاءالله میخونش بودگه. نقش قرآن تا در این عالم نشست، نقشه های کاهن و پاپا شکست. فاش گویم آنچه در دل مزمر است، این کتاب نیست چیزی دیگر است. بشا شد انشاءالله بهترینه ماشاءالله زوره، برای که همون ناله ها خوب باشه انشاءالله بخیره. البته آوازتون فارم است و کمک اگر با همین سرشته آوازه یک کوششی دیگه میکنه انشاءالله. چه خیلی سرشبی همون غزل چی خیلی خیلی جان. نقش قرآن تا در این عالم نشست، نقشه های کاهن و پاپا شکست. البته انشاءالله اینه مثلا یک کمک دیگه غیرت میکنه با آهنگ میدوریده، میدونه که زینت قرآن قاری ها با آوازهای خیلی چون قرآن زینت میدورن. حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این شعر هم که انشاءالله شعر هم خودشه که از حکمت ها به حساب که حسان ابن ثابت صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که آیه و شعراء یتبعهم الغاوون نازل شد، گریه کردن از رسول الله آمدن که گفت خدا میدونست که ما شاعر بدیم، پس برای چی آیه نازل شد؟ گفت این آیه برای شما نیست. مقصد اون نفرهایی که دغلانه گپ میزنن که شما فقط همین یافته و شعر و شاعر، حتی این شعر من الشعر لحکمه میگه، حتی این شعر انشالله حکمت داره. بهترین انشالله یک آهنگ دیگه میدونید انشالله بهترینش میشه. سلامت باشین قاری جان، انشاءالله شما رو در دور دیوم انتظار هستیم. سلامت باشین قاری رجب علی بویک. السلام علیکم و رحمت الله. قاری جان خوش آمدین به این برنامه آزمون قاریا. خب انشاءالله یک خود رو معرفی میکردیم به هر تماشابینان. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من قاری رجب علی از شهر دوشنبه میباشم. سلامت باشین قاری جان. میگفتین چند پاره هستین؟ ما هر جا شاید 8 پاره. ماشاءالله. خب یک قرائت میکردین سا خوب میشد انشاءالله. سوره حشر انشاءالله آیات 19 و تا 24. مرحمت انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظیم. ماشاءالله قاری جان، بهترین آواز. اگه درباره آواز تو ما یگان چی گفتنی نیستم، زیرا که من صوتتون رو گوش میکنیم کم کم ان شاء الله از شبکه اینترنتی قاری رجب علی. بهترین آواز دارین. خب قاری جان یک دیده میبرم. سلام علیکم که قاری جان، ان شاء الله بهترین آواز، بهترین قرائت، یک دمی حرفی غین در حالت زبر اومدن، غفص نخوندین. ان شاء الله که بهترین است مونگیش. بعد امو نضربوها للناس، یعنی که کمتر بقپین ان شاء الله که حرفای میدوشتگی هستی به قدر امکان. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم. ماشاءالله قاری جان. خب ان شاء الله که یک غزل میخوندین. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. چرا غم میخوری از بهر مردن؟ چرا غم میخوری از بهر مردن؟ مگر آنان که غم خوردن نمردند، مگر آنان که غم خوردن نمردند. برو از کنج قبرستان گذر کن، ببین که مردگان با خود چه بردند، ببین که مردگان با خود چه بردند. قلم را نم به نامی
پاکی از دان شود مفتوح برویم گنجی پنهان. خداوندا با عقبا ده نجاتم، به دنیا کن تو پر صبر و ثباتم. هدایت کن مرا در راه راستی، همون راه که بر نیکان خواستی. منم یک بنده ای پر از گناهت، همه خواهم مدام صلح و صلاحت. رسد هر روز به درگاه تو آهم، بیامرز از کرم یا رب گناهم. بیامرز از کرم یا رب گناهم. ای ربی یکتا تو مهربانی، تو خالق ما و این جهانی. از ما گناه و از تو بزرگی، ما بنده و تو شاهی شاهانی. از ما گناه و از تو بزرگی، ما بنده و تو شاهی شاهانی. ربا با پیشت من رو سیاهم، از راه نیکان گم کرده راهم. از ظالمانم بر نفس و جانم، جرمم ببخشا ای پادشاهم. از ظالمانم بر نفس و جانم، جرمم ببخشا ای پادشاهم. ای ربی یکتا تو مهربانی، تو خالق ما و این جهانی. ای ربی یکتا تو مهربانی، تو خالق ما و این جهانی. هفت آسمان را پیدا نمودی، دنیای هستی زیبا نمودی. خلاق لو کرسی و عرشی، مشتگلی را شیدا نمودی. خلاق لو کرسی و عرشی، مجدگلی را شیدا نمودی. ای ربی یکتا تو مهربانی، تو خالق ما و این جهانی. ای ربی یکتا تو مهربانی، تو خالق ما و این جهانی. تو خالق ما و این جهانی. اللهم صل و سلم و بارک علیه. سلامت باشین قاری جان، باور کنین راحت کردیم. بهترین آواز زیبا، فورم، دلنشین. وجود انسان در این خیلی آوازها به گریه می‌دارد، باور کنین. خب قاری جان یگان سخن دارید؟ انشالله بهترین. بهترین ماشاءالله. خب قاری جان شما رو در دور دوم انتظار هستیم. خداوند نگهبانتان باشه. قاری محمد نعمت او اگر باشه برآمدن. السلام علیکم و رحمت الله. قاری جان خوش آمدین به این برنامه ما، یعنی که آزمون قاریان. اول خود را یک معرفی می‌کردین بهر تماشابینا. علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. من نعمت محمد هستم، من نوحه نورآباد انشاءالله. سلامت باشین قاری جان. چند پاره هستین؟ الحمدلله قاری کنم. ماشاءالله. خب یک قرائت می‌کردین انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها
الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. سلامت باشین قاری جان. بهترین آواز، بهترین قرائت، بهترین تجوید، همه طرف بهترین است. انشالله قاری جان با یکم سخن میکردین. انشالله بهترین آواز، بهترین قرائت که قاری جان همین بعضی جای‌ها کم کم سکته میکنین. انشالله که ممکن که فهمین همین بعضی جای‌ها علیها ملائکتون غلاظون خیلی که سکته اونگه است که در بسیار آیات ها شما خیلی سکته میکنید که مخصوص جای ها دارد بختش اشاره کرده گرد به حرفیسین انشاءالله بهترینه. سلامت باشین قاری جان. قاری جان سخن دارین؟ نه انشاءالله بخونه یکم 4 تا 20 شعر. خب انشاءالله قاری جان یک غزل میخوندین.
مسلمان زاده ایم و به وفایم، بعد از قرآن و در راه خطایم. مسلمان زاده ایم و به وفایم، بعد از قرآن و در راه خطایم. چرا در دل نمی روید محبت، گناهکار گشته و از حق جدایم. چرا در دل نمی روید محبت، گناهکار گشته و از حق جدایم. بسنجد روزی محشر نیک و بد را، نمی پرسد که ما شاه و گدایم. بسنجد روزی محشر نیک و بد را، نمی پرسد که ما شاه و گدایم. فدا کن ای برادر جان و تن را، که فردا در قیامت با خدایم. فدا کن ای برادر جان و تن را، که فردا در قیامت با خدایم. شویم پیرو دنبال شیطان، مسلمان زاده ایم و در دین ناسزایم. شویم گر پیروی دنبال شیطان، بنا مسلم و در دین ناسزایم. سلامت باشین قاری جان، بهترین آواز دارین. خب قاری جان، سخن دارین در خوندن؟ مثلا آهنگا که رنگ آهنگای بگم که وای چیزی خمون بریده، همون حافظای توجیک خمون بری قریب همه هوایی دا رفتیم انشالله. مثلا می آهنگای هم خیلی با قاری جان، آهنگای نشیده های ما باید ای آهنگای اوف خیلی فرق داشته باشه، باید خیلی فرق داشته باشه، برای که تکی بچه هم بسیاری بده انشالله که باید کم تر همون آهنگو را تغییر تیم ده. لیکن انشالله که نیت مقصد نیتی ما که اساس اوان نیسته یکی هم پسیم گوش کنم میگو خیلی خالی خونده سه میگم تمام موزیکاش نیسته؟ بگم موزیک نداره غیجه که اگم دوتوره پتوره نوازه میگه تمام. لیکن انشالله خیلی آهنگ هست مقصد آهنگا و ناله ها انشالله هست بهترین. خیلی شما در دیم دوره میبینیم ده. سلامت باشین قاری جان، لیکن آوازتان بهترین باور هست کنه انشالله استعداد هست غیرت. انشالله. سلامت باشین قاری جان، در دور دویم شما رو انتظاریم. قاری عبدالصانع. سلام علیکم و رحمت الله. قاری جان خوش آمدین به این برنامه ما، یعنی که آزمون قاریان. اول خود را یک معرفی میکردیم بهر تماشابینان انشاءالله. من عبدالصانع از قرغان میباشم. سلامت باشین قاری جان، میگفتین چند پاره هستین؟ ما الحمدلله بد کردیم. سلامت باشین قاری جان. خب یک قرائت میکردین انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون.
فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظیم. ماشاءالله قاری جان، آوازتون خیلی آواز خوب است، فارم است الحمدلله. خب قاری جان، انشالله بهترین قرائت، بهترین تجویده. سلامت باشین قاری جان. چی گفتنی؟ انشالله یکم تمام 4 مصرع میگیرم. خب انشالله بهترین. یکم غزل میخونه قاری جان. بسم الله الرحمن الرحیم. به درویشی قناعت کن که سلطان خطر دارد. به درویشی قناعت کن که سلطان خطر دارد. نماز صبح جماعت کن که گر هم درد سر دارد. نماز صبح جماعت کن که گر هم درد سر دارد. تو قرآن را قرائت کن که از هر چیز خبر دارد. زیاد یادی قیامت کن که در اعمال اثر دارد. زیاد یادی قیامت کن که در اعمال اثر دارد. زی بوبکرها حکایت کن که از او اسلام ثمر دارد. عمرها را روایت کن بسد رستم جگر دارد. عمر جان را روایت کن بسد رستم جگر دارد. حیا را زود مهارت کن که از عثمان خبر دارد. علی خیبر قیامت کن اسدالله نظر دارد. علی خیبر قیامت کن اسدالله نظر دارد. اگر خواهی جنایت کن ولی ربت خبر دارد. اگر خواهی جنایت کن ولی ربت خبر دارد. بیا یک بار عبادت کن خدا بر ما نظر دارد. بیا یک بار عبادت کن خدا بر ما نظر دارد. اگر خواهی خیانت کن ولی دنیا گذر دارد. اگر خواهی خیانت کن ولی دنیا گذر دارد. با استغفار تو عادت کن که هر توبه بخیر دارد. با استغفار تو عادت کن که هر توبه بخیر دارد. اللهم صل و سلم و بارک علیه. ماشاءالله قاری جان، بهترین شعر و زمزمه کردین، بهترین آواز الحمدلله خوب است. قاری جان چی گفتنی؟ من انشالله که قاری جان مقصد همی بعضی همی میگم قاریای خودمان آوازشان با قوت ها، یعنی همی غزلا را میخونم با آهنگ خودشان و زورشان میرسه، زوری آواز همون نوت آواز مثال آواز که با قوت است همی که خیلی بفورش میره واقعی. مثال ما و شما دا با همون عرق داشت سکا میسیم با آوازا میگیره و بعد نمیتونه وای کرده. همین سبب انشالله همین یک غزلا رو اگر فرض کردین همین رو هم که از یاد کردین
نه که آهنگ شهر نمود بمونه که دختون زور نبیاید وقتی خوندن با آوازو میگیره نمی بله. آواز دیگه آواز زدگی های آواز زنوندگی های ده می آهنگ مثال اینا با استغفار عادت کن یا آهنگی که خیلی بتونی خونده ایشالله زور نزنید شرط نیست ده مثال ده کسی دیگه ملایم. وای کنه در خاک پوسط خانه که آواز هست ایشالله بهترینه فقط که آوازوی ما و خودتون که با قوا نیست که در اون بالا دست نمیزنیم ده می ایشالله خیلی با دایی داری دیگه میبینیم برای که ایشالله احتیاط کردن در کلا که در همون گوش کننده خوشرو برسه همی آواز برای که کمتر آواز زور آوردگی ده آهنگی قوت است. خوب نمیتونی کرده ها ایشالله. سلامت باشین قرجان. خوب انشالله شما رو در دور دوم انتظار هستیم. سلامت باشین.